سلام، به کانال یوتیوب ترام والت خوش اومدید. توی این ویدیو قصد داریم کیف پول سیف پل X1 رو با همدیگه راه اندازی کنیم. برای روشن کردن کیف پول چند ثانیه کلید پاور رو نگه می‌داریم و توی مرحله اول زبان رو انتخاب می‌کنیم. منو از طریق کلیدهای 2 و 5 به سمت بالا و پایین حرکت می‌کنه و با کلید 3 هم میتونیم اوکی ها رو انجام بدیم. توی مرحله بعد Create New Wallet رو انتخاب می‌کنیم و ترجیحاً 24 کلمه بازیابی رو تایید می‌کنیم. بعد چند ثانیه کیف پول کلمات بازیابی رو بهمون نمایش میده که باید دونه بدونه و با شمارهشون به ترتیب یادداشت کنیم. بعد از یادداشت همه کلمات اوکی رو انتخاب میکنیم و میریم توی مرحله وریفای. توی این مرحله باید کلمه درست هر شماره که کیف پول نشون میده رو از بین گزینه ها انتخاب و تایید کنیم تا کیف پول مطمئن بشه که ما کلمات رو به درستی یادداشت کردیم. این کار رو برای دونه دونه کلمات باید تکرار کنیم. در پایان کیف پول از ما میخواد کلمات رو در جای امنی نگه داریم که اونم تایید میکنیم. حالا باید یه پین کد 6 تا 12 حرفی برای کیف پولمون تعریف کنیم. هر پین کدی که دوست دارید رو اینجا وارد کنید، اوکی کنید و محدودیتی هم نداره. یه بارم باید تکرارش کنید و فقط اینجا باید با کلید اوکی تایید کنیم و دیگه کلید 3 رو نمیتونیم برای تایید انتخاب کنیم. توی مرحله بعد باید برای کیف پولمون اسم تعریف کنیم که من ترام والت رو انتخاب و تایید میکنم و در نهایت کیف پول ما آماده استفاده است. از منوی ستینگ میتونیم بقیه تنظیمات رو تغییر بدیم و از قسمت asset هم میتونیم ارزهامون رو مدیریت کنیم و به آدرس هامون دسترسی داشته باشیم. اما برای مدیریت بهتر کیف پول به اپلیکیشن نیاز داریم که برای نصبش میتونیم از QR که توی قسمت ستینگ دانلود اپ نشونه میده استفاده کنیم. بعد از نصب اپلیکیشن هم برای نرم افزاری که توی موبایلمون هست یه پین کد تعریف و تایید میکنیم و از بین لیست کیف پول ها X1 رو انتخاب میکنیم. حالا بلوتوث گوشی رو روشن میکنیم و دستگاه سیف پلم روشن میکنیم تا والت توی لیست بلوتوث پیدا بشه. دستگاه رو انتخاب میکنیم، پین کد سیف پل رو وارد میکنیم تا اپلیکیشن و دستگاهمون به همدیگه متصل بشن. حالا از طریق اپلیکیشن میتونیم خیلی راحت‌تر کیف پولمون رو مدیریت کنیم. هر ارزی رو که انتخاب کنید از قسمت ریسیو میتونید آدرسش رو دریافت و به راحتی کپی کنید. برای برداشت وجه هم کافیه سند رو انتخاب کنید و مشخصات آدرس مقصدتون رو وارد کنید و تراکنش رو تکمیل کنید. برای اضافه کردن ارزهای بیشتر هم کافیه توی سرچ بار ارز مورد نظرتون رو سرچ کنید و بعد اد تو رو انتخاب کنید و برای مثال من تون رو انتخاب میکنم و پیغام سینک رو تایید میکنم. حالا باید پین کد رو وارد کنیم تا کیف پولمون به والتمون اضافه بشه. بعد از تایید هم تون رو داخل نرم افزار موبایلمون داریم و هم داخل اسست های کیف پول سخت افزاریمون و الان دیگه میتونیم به راحتی آدرسش رو برای ارسال و دریافت پول استفاده کنیم. و خب این بود ویدیوی راه اندازی و استفاده از کیف پول سیف پل X1. امیدواریم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه و بتونید داراییتون رو به طور امن نگهداری کنید. ممنون که همراه ترام والت بودید. منتظر نظراتتون هستیم و فعلا خدا نگهدار تا ویدیوهای بعدی.